مسائل رشد همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد ضمن دیدار امامعلی رحمان با نیکولاس هویسوم نماینده مخصوص دبیر کل این سازمان عاید به افغانستان بررسی گردید. رئیس جمهوری تاجیکستان در این ملاقات گفته است که با سعی و تلاش مشترک ما میتوانیم برای تامین ثبات و صلح و پیشرفت در جمهوری اسلامی افغانستان مساعدت نماییم. نیکولاس هویسوم با جانبداری از موقع تاجیکستان برای حل وضع سیاسی در افغانستان و سهم دوشنبه برای مساعدت در تامین امن و ثبات در افغانستان و منطقه آسیای مرکزی، اینچنین مساعدت آن با نیروهای بین المللی پاسدار صلح بهای بلند داده از رهبریت تاجیکستان عرض سپاس نموده است. در نوبت خود امامعلی رحمان ضمن بررسی مسائل وابسته به دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی افغانستان تاکید کرده است که جامعه جهانی باید کمک‌های مالیوی، مادی و تکنیکی خود را به افغانستان پیش از همه برای احیای اقتصادیات این کشور، رشد بخش اجتماعی آن و ایجاد جایهای نوی کاری افزون نماید. همزمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در همایش بین المللی دوشنبه 2015 صاحبکاران وطنی را مورد انتقاد شدید قرار داده است. او در مورد پنهان کردن درآمدهای صاحبکاران از مقامات انداز و گمرک و ضرر چنین کارها به درآمد بودجه دولت را اظهار نگرانی کرده است. امامعلی رحمان ابراز داشته است که صاحبکاران با راه‌های قاچاق وارد نمودن مال و محصولات، رویپوش نمودن اندازها و پرداخت‌های گمرکی، اضافه نویسی حجم کارهای تعمیر و ساختمان از حساب مبلغ‌گذاری‌های بودجتی با مقصد پنهان کردن کمبودی و نارسایی‌های مالیوی درست بر آن نمودن حساب و کتاب محاسبی دست می‌زنند و حتی بعضی از آنها با راه‌های دادن رشوه می‌خواهند قانون‌شکنی‌های خود را رویپوش نمایند. همزمان رئیس جمهور به صاحبکاران و اهل تجارت برای سهمشان در رشد اقتصادی کشور استوار نمودن ساحه‌های اقتصادی، استقلالیت دولتی، بنیاد کارخانه و مهیا نمودن جایهای کاری خالی، کاهش دادن سطح کمبیزایتی در جمهوری عرض سپاس نموده است. فروم بین المللی صاحبکاری دوشنبه 2015 تحت عنوان سهم صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در رشد استوار برگزار گردید. بنا به اطلاع رسمی در همایش بین المللی صاحبکاری در شهر دوشنبه 350 شرکت سرمایه گذاری از 35 کشور جهان در مجموع بیش از 2000 نفر اشتراک می کنند. در این همایش مسئولین نهادهای دولتی و وکیلان پارلمان تاجیکستان، هیئت‌های کشورهای همشریک، صاحبکاران وطنی و خارجی، نمایندگان شرکت‌های با نفوذ داخلی و خارجی، بانک‌های تجارتی، رهبران سازمان‌های بین‌المللی مالیوی، نمایندگان دیپلماتی و عالمان و کارشناسان ورزیده شرکت دارند. یکی از سبب‌های پنهان کردن فعالیت خود از طرف صاحبکاران تاجیک این ناشفاف و ناعادلانه بودن نظارت دولتی بالای صاحبکاری است. چه از طرف نهادهای انداز، تاجیک استاندارد و دیگر نهادهایی که در تاجیکستان خیلی زیادند. صاحبکار تاجیک باید با چند نهاد سر و کار داشته باشد که همه‌اش ترتیبات خود را دارد و وقتی ویران نمودن آن صاحبکاری بیچاره مجبور می شود که پاره دهد. عموما گیریم بار علاوگی که به ارزش اصلی محصولات صاحبکار تاجیک ضم می شود خیلی بلند است. حساب همین اگر صاحبکار پوره همه آن را پرداخت کند، چه فایز قانونی چه گوییم که به طور پاره، آن وقت محصولات او رقابت ناپذیر می شود و صاحبکار مجبور است که قسما باشد هم فعالیت خود را پنهان کند. برای چی باید کرد؟ برای پوره فعالیت آزاد داشتن صاحبکار تاجیک باید فعالیت نهادهای دولتی شفاف و عادلانه باشد. این نهادها از نهادهای جزا دهنده به نهاد مصلحت دهنده و یاریرسان صاحبکار تبدیل یابند. دویم شرطی که باید اجرا شود این باید بین دولت و صاحبکار شرطنامه ویرتوالی باشد. یعنی دولت به صاحبکار خلل نمیرساند و حد امکان کمک میکند. صاحبکار باشد جای کار میسازد و بودجه دولت را غنی میگرداند. نه مثل حاضره که دولت همچون راهزن است و صاحبکار جبر دیده.